با همه تماشابینان خوش آمدیم به کانال ارزنده. امروز همراه کلچه با شیر و روغن در تفدان تیار میکنیم. خب محصولات برای ما با ما لازم است آرد، شیر، یک قاشقچه درشت، روغن و کمی دیگر نمک لازم است. در اول خمیر رو تیار میکنیم. درشت رو میاندازیم، کمی نمک میپوشیم و اکنون کمی شیر میاندازیم. همه محصولات رو آمیخته میکنیم، یعنی خمیر رو میشوریم، چخیلی که مردمی تاجیک میگویند. فراموش کردم گویم که در اول شیر را باید گرم کرد. جوشاندن شرط نیست، کمی گرم شود بس. اهمیت است که شیر جوش نباید باشد تا که درشت های ما نسوزند و خمیر دم نکردنش ممکن، یعنی خمیر ما نمیرسد اگر که درشت ها سوزند. همه محصولات ها را من آمیخته کردم و اکنون روغن را نیز آمیخته میکنیم. و اکنون خمیر را میشوریم تا آن وقتی که به دست ما چسبیدن را بس میکند. مثلا حاضر خمیر به دست من چسبیده ایستاده است و باز کمی دیگر اکنون خمیر را میشوریم. تماشابینان گرامی، من خمیر را الکی شوریدم. انا بینید دیگر خمیر به دستان من نمیچسبد. من قریب که 5 دقیقه زیاد خمیر را مشت کردم، یعنی شوریدم و حاضر اکنون خمیر نمیچسبد به دستان من. حرکت کنید که خمیر را نه آنقدر سخت شورید، بلکه خمیر ملایم کنید و بعد کلچه های شما نیز همین ملایم میآید. خمیر را که اکنون تیار کردیم، بالایش را با یگانچه میپوشانیم و در یگان جای گرم در مدت 3-4 ساعت نگاه میداریم که تا که خمیر ما پورا رسد، یعنی دم کند. برای که تیز رسد یا که تیز دم کردن شرط نیست که آنقدر درشت بسیار اندازید، بلکه کلچه های شما بوی درشت میکند. تماشابینان گرامی، خمیر ما الکی تیار شد، یعنی رسید. انا همین نمود خمیر ما باید دم کند. خوش رو اکنون خمیر را به زبالچه ها تقسیم میکنیم. انا همین نمود زبالچه ها تقسیم میکنیم. همه خمیر رو من به همین نمود زباله ها تقسیم کردم. حتی 2 تا مایدچه برای دخترچه هم نیز تیار کردم و اکنون همه این رو رویشون رو میپوشیم و کمی دیگر میمونیم که تا که ایسته. اکنون یک زبالچه را گرفته تنک میکنیم کمی و اکنون زیبا میکنیم. اکنون چخیلی که شما خواهید، چخیلی که با شما معقول است، شما هم خیلی میتونید زیبا کنید کلچه خود را. من همین نمود زیبا کردم و اکنون در پشت کلچه ها با یگان چوبچه کمی میزنیم که تا که کلچه های ما از حد بد در تفتان دم نکند. در بالای کلچه ها کمی آب میپاشیم تا که باز هم زیبا شوند. و اکنون با تفتان با 250 درجه گرمی در مدت 3-5 دقیقه تیار میکنیم.
тамошобинон гиромӣ, кулчаҳои мо ҳам тайёр шуданд. Ана ҳамин намуд зебо шуданд ва аҷоибот болаззат ҳастанд. боварӣ дорам ки шумо низ барои наздикони худ ин намуд кулчаҳои болаззатро тайёр мекунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом, дили соф ва сиҳату саломатӣ хоҳонам. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.